حالا از خود پرسیدی اگه زیر آوار موندی باید چیکار کنی؟ خوشبینا میگن نیروهای امدادی میان نجاتمون میدن مثل آتش نشانی و هلال احمر. بدبینا هم میگن که کارمون تمومه دیگه راهی نداره. ولی جفتشون هم اشتباه میکنن. هر چیزی راه حل خودشو داره ولی به همین راحتی ها هم نیست. دو تا راه داره، جفتش هم بهت میگم. فقط قبلش این پست سیو کن و بفرست برای کسایی که دوستشون داری تا به آدمای بیشتری نشون داده بشه، بتونیم آدمای بیشتری کمک کنیم. راحت ترین کار اینه که با گوشی زنگ بزنی نیروهای امدادی بیان سراغت. حتی اگه آنتن هم نداشتی بیا جلو 112 تنها شماره‌ای که حتی بدون داشتن آنتن هم میتونی باهاشون تماس بگیری، جی پی اس تو در میاریم و میایم نجاتت میدیم. ولی اگه گوشی پیشت نبود، آنتن نداشتی، باید چیکار کنی؟ باید بیای سراغ راه حل دوم. از اینجا به بعدش خوب گوش بده چون دیگه شوخی نداریم. ما تو عملیات آواربرداری دستگاه زنده یاب داریم، ولی این دستگاه در صورتی خوب کار میکنه که فرد حادثه دیدن به ما کمک کنه. اول از همه اینو بدون که اگه جیغ و فریاد بزنی شانس زنده موندنت کمتر میشه. پس آروم باشه، چیزی که میخوام بهت بگم و خوب گوش کن. به جای اینکه داد و فریاد کنی الکی انرژی تو از دست بدی، ارتعاش طولانی مدت درست کن با صدای کمتر. علی ارتعاش درست کن. ببین راحت با کمترین ضربه صدا رو میگیره و پیدات میکنه. نیازی نیست انرژی تا هدر بدی. ما راحت پیدات میکنیم و میایم بالا سرت. اینم بدون که عملیات آوار حتی با وجود این دستگاه زمان بره. پس امیدت از دست نده. تو طولانی مدت برای ما یه ارتعاش کوچیک حتی شده این صدا انجام بده، انرژی تو ذخیره کن و اگه این پست به دردت خود ادستوری کن، چون خیلی این موضوع رو نمیدونن و وقتی که میرن زیر آوار امیدشون رو از دست میدن. حتما ادستوری کن. وظیفه من آموزش دادنشه، وظیفه تو هم پخش کردنش.